در مجلسگاه ورزشگاه مرکزی پایتخت با اشتراک نمایندگان دسته‌های استقلال تاجیکستان و الوحدت اردن نشست خبری پیش از بازی دایر شد. ابتدا سرمربی دسته استقلال ایگور چرفچنکو و بازیگر دسته احتم نظرف در این نشست شرکت کرده به سوال‌های نمایندگان وسایط اخباری عامه پاسخ دادند. ایگور چرفچنکو انتظاری‌های خود را از بازی دور سوم مرحله گروهی لیگ قهرمان‌های دوی آسیا با تیم الوحدت اردن ابراز داشت. من دسته را همگی 2 هفته پیش قبول کردم. بازی جوابی نیمه‌نهایی جام تاجیکستان را با ریگارد دست انجام داده یک تمرین کوتاه مدت نیز انجام دادیم. ما توانستیم وضع را در دسته کمی تغییر دهیم. بچه‌ها با بازی در پیش ایستاده آماده‌اند. بازی دشوار می‌شود. الوحدت پیشرفت گروه است. لیگیونران دسته ما کوشش کرده ایستادند تا در میدان خوب بازی کنند. ما باید غلبه کنیم تا امکان راه یافتن به دور نوبتی لیگ قهرمان‌های دوی آسیا را نگاه داریم. از فرصت استفاده برده مخلصان را به بازی دعوت می‌کنیم. بشوپه آنها برای دستگیری ما می‌آیند. ما از آنها قرض داریم. ما همه کارو میکنیم تا فردا نتیجه مثبت به دست آوریم و مخلصانمان را شاد کنیم. همزمان در این نشست حمایتگر دسته احتم نظرف نیز شرکت کرد. تمرین‌های ما خوب جریان دارد و همه بازیگران برای پیروزی تلاش خواهیم کرد. همه بچه‌ها با وقوع با روحیه قوی بازی خواهند کرد و تا چه اندازه مهم بودن بازی را خوب درک میکنند. ما تیاریم که به میدان برآمده تمام قوامان را صرف کنیم. در 2 بازی پیشتر به دروازه حریفان گل زدن نتوانستیم. بعضن وقت امکانات‌ها خوب استفاده نشدند و در بعضی حالات بخت برای ما نخندید. پگاه ما تنها با یک مقصد برای گرفتن 3 خال وارد میدان میشویم. تمام کاری از دستمان میآمده را میکنیم تا مخلصانمان را شاد گردانیم. چنین ابراز داشت دفاعگر دسته استقلال احتم نظرف در نشست مطبوعاتی پیش از بازی. سپس در نشست خبری سرمربی دسته الوحدت اردن رفعت علی و بازیگر این دسته فراس شلبایا اشتراک نموده به سوال کارمندان وسایط اخباری آمد جواب گفتند. سرمربی تیم الوحدت قید نمود که ما با تیاری خوب به تاجیکستان آمدیم و باوری داریم که با نتیجه دلخواه از اینجا خواهیم رفت. 2 دور اول مسابقه برای ما خوب گذشت. سپاهان را شکست دادیم و با شارجه در سفر نتیجه مساوی به قید گرفتیم. البته استقلال دسته قوی است و بازی با این باشگاه مشکل سپری خواهد گشت. دسته ما تجربه بازی در میدان صنعی را دارد و من نمیتوانم گویم که چمن صنعی به رفت بازی شاگردان من خلل ایجاد میکند. ما هر 2 بازی استقلال را تحلیل کردیم و با یک آمادگی جدی با این تیم بازی خواهیم کرد. بعداً حمایتگر و کاپیتان این دسته فراس شلبایا انتظاری‌های خود را پیرامون بازی در پیش ایستاده ذکر کرد. من و همدسته‌هایم آماده مبارزه ارزنده نشان دهیم. این بازی برای ما مشکل خواهد بود زیرا در سفر مراقبت میکنیم. هدف اساسی ما را یافتن به دور پلی آف لیگ چمپیون‌های 2 است و بهر رسیدن به این هدف ما تا آخرین دقیقه در میدان مبارزه میبریم. در برابر نشست خبری همزمان دسته‌های استقلال تاجیکستان و الوحدت اردن تمرین‌های نهایی خود را پیش از آغاز بازی دور سوم لیگ چمپیون‌های دوی آسیا برپا نمودند. نخست هیئت دسته استقلال وارد میدان شد و تمرین‌های دسته جمعی این تیم 1 ساعت دوام کرد. در تمرین‌ها همه بازیگران دسته شرکت نمودند. امدانی کمالوف نیم محافظتگر استقلال بعد یوسف جدی دیگر باره به تمرین‌های این دسته برگشت و انتظار می‌رود که در رقابت امروزه در خط فوتبال بازان قرار می‌گیرد. امسال بازیگران شهر دوشنبه الکی از یک جایزه ناکام شدند. در دور نیمه‌نهایی جام کشور شاگردان چرفچنکو از نتیجه 2 واخوری از تیم ریگارد دست مغلوب شده مسابقه مذکور را ترک نمودند. در لیگ عالی مملکت باشد نتیجه‌های دسته خوب ارزیابی می‌شود، اما هنرنمایی استقلال در لیگ قهرمان‌های 2 نگران کننده به نظر می‌رسد. در دور اول دسته از تیم الشارجه در میدان خانگی خویش شکست خورد و در دور دوم باشد در سفر از دسته سپاهان با حساب 4-0 دوچار مغلوبیت گردید. بعد 2 باخت در مرحله گروهی لیگ چمپیون‌های 2 در هیئت این باشگاه کمی تغییرات به میان آمد. سابق سرمربی استقلال ایگور چرفچنکو دیگر باره به وظیفه خود برگشت و همگان امید دارند که اکنون نتیجه‌های دسته در مسابقه‌های بین‌المللی رو به بهبودی می‌آورد. مشکل دیگری دسته استقلال آن است که فوتبالبازان این دسته در 2 بازی گروهی نمی‌توانند به زدن گل موفق شوند. باید قید کرد که به دست آوردن نتیجه مثبت در رقابت مقابل الوحدت برای استقلال خیلی مهم است، زیرا در صورت باخت امکانیت این تیم جهت راه یافتن به مرحله بعدی باز هم مشکل تر خواهد شد.
дастаҳои алваҳдати урдун, сипоҳони Эрон, алшарҷаи Амороти Муттаҳидаи Араб ва Истиқлоли Тоҷикистон шомили гурӯҳи Си Лигаи Чемпионҳои 2 Осиё маҳсуб мешаванд ва танҳо ду дастаи беҳтарини ин гурӯҳ роҳхати даври баъдиро соҳиб мегардад. Айни замон алваҳдат бо касби 4 хол садрнишини гурӯҳ дониста мешавад. Дар даври аввал ин тим Сипоҳонро шикаст дод ва дар бозии дуюм бо Шарҷа натиҷаи мусовиро ба қайд гирифт. Ҳамакнун ҳарифи ин даста дар даври сеюм Истиқлол маҳсуб мешавад. Дар тамринҳои охирини пеш аз бозӣ кӯли футболбозони ин дастаи урдунӣ ширкат карданд. Яке аз бозигарони калидии дастаи алваҳдат ҳамлагар Осейну Гӯяя ба ҳисоб меравад. Футболбози мазкур феълан дар ҳисоби хеш 3 гол дошта беҳтарин нишонзани мусобиқа арзёбӣ мегардад. Маврид ба ёдоварист ки дастаи алваҳдат дар 8 бозии пайҳами дохиливу байналмилалӣ ба шикаст рӯбарӯ нашудааст. Агар ба ҷадвали умумии мусобиқаи дохилии урдун таваҷҷӯҳ кунем, ин даста дар мақоми 4-ум қарор дорад. ёдовар мешавем ки вохӯри дастаҳои Истиқлоли Тоҷикистон ба алваҳдати урдун имрӯз соати 19 ба вақти маҳаллӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор мегардад. дидори дастаҳоро шабакаи варзиш мустақиман манзури бинандагон хоҳад кард.